سلام دوستان، چطورین؟ مان هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در چنل مان تایم. امروز آنباکس کیمگی با لوابو داریم. قراره ایشون ببینیم که شانسش چیه، تستش گرفته، ببینیم چی در میاد دیگه. اگه بازم این آنباکس هایی با لوابو دوست دارین حتما ویدیوی ما رو لایک کنید و تو کامنت بگین که دوست دارید یا نه. بریم پک رونالدو رو باز کنیم. کارت ادوانسه. کارت چی میتونه باشه؟ ادوانس. خب بچه اینجا ادوانس لوابو و گلدن لیمیتد. گلدن لیمیتده، دوباره گلدن لیمیتد. یا والفز گلدن لیمیتد. ببینیم درست میگم گلدن لیمیتده. فکر کنم درست دارم میگم دیگه. گلدن لیمیتده. به 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 گلدن لیمیتد. چقدر شانس داریم آجی. بازم گلدن لیمیتد در اومد. این برچسب باش پیتر چک افتاد. این برچسب پیتر چک. ادوانس ایکر کاسیاس. و ببینیم گلدن کیه. بریم واسه جانسیناییش. یه جانسینایی بیاد اینجا ببینم. ایکر کاسیاس. ایکر کاسیاس گلدن لیمیتد. ایکر کاسیا با خود کاسیاس در اومد. با خود کاسیاس در اومد. ولی تنها چیزی که خیلی کمیابه خب برچسب گلدن، یعنی خود گلدن کمیابتره. اینم پک کاملا پلم بود. پشتش هم که باز کردیم خودمون. اینم از جلوش. پک رونالدو همیشه ما خوب داد. همین تو ویدیو قبلی 24 عدی یه سیلور لیمیتد آروخو بهمون داد، الان یه گلدن لیمیتد ایکر کاسیاس. برچسب گلدن هیچ وقت نمیده، نمیدونم چرا. این هم گلدن ایکر کاسیاس. بذاریم تو آلبوممون. اینم از این. به به چه صفحه خفنی شد. و خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگه دوست داشتین حتما ویدیوی ما رو لایک کنین و اگه بازم آنباکس با لوابو خوش شانس رو دوست دارین حتما تو کامنت ها بگید تا بازم این آنباکس ها داشته باشیم. و خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.